الرحیم. ضمن عرض سلام حضر بینندگان و شنوندگان عزیز عرض کنم که قومای قل یا قل، مردم قوم جمال در گذشته ها هر موقع احساس خطر میکردن یا اینکه یک حاجتی از خدا میخواستن اعلان عمومی میکردن، نظر جمع میکردن، بعد می آوردن همینجا سر همین گردنه. اینجا جای خیلی باصفایی بود، چند تا درخت که تنه سفید داشت، برگهای هم سفید داشت. اینجا یک حالت خاصی می بخشید و ظاهرا خودرو هم بود. اونها می آمدن زیر همون درخت، البته یک درختش باقی مانده، نمونه اون کود او پایینه. می آمدن همینجا نظر میکردن، غذا میپختن، حالا حلوایی میپختن، نظر خیلی ساده و گاوی گوسفندی هم نمیکشتن که بگیم که نظر خیلی چیز میکردن دارای تکلف. خب وقتی که حاجت داشتن، به عنوان مثال سال بارندگی نبود، خوش سالی بود، احساس کمابی میکردن، جمع میشدن همینجا، نظر میکردن، دعا میکردن، از خداوند حاجت میخواستن و خداوند باران میفرستاد. اگر احیانا سالی باران های به وقت می آمد به گونه ای که ایجاد سیل کنه که سیل به مردم ضرر بزنه، یا اینکه باران زیاد میبارید، گندمی که مثلا گرو شده بود، رشقه گرو شده بود، اونو خراب میشد، خب این مردم باز همینجا نظر میکردن، جمع میشدن، به درگاه خدا عذرگزاری میکردن، توسل به ائمه 14 معصوم علیهم السلام انجام میدادن و خداوند سبحان اون بلا رو دفع میکرد. و اگر بلای زمینی احیانا بود، مثل همون جریانی که مردم قبلا عسکر نداده بودن، مجلای فوتی شده بودن، مجلای مثلا بیکسی شده بودن و اینها، بعد والی غزنی به نام سید عباس حالا توسط عوامل خود کشف کرده بود که مردم عسکر نمیدهند و دولت مردم را یک دفعه جلب کردن. پدر پسر با هم عسکری رفتن، یا پدر زودتر رفت، پسر بعدش رفت. اینها در ضمن جریمه سنگین برای این مردم وضع کردن. مردم احساس کردن که اگه جریمه سنگین پرداخت کنن باید تمامی منطقه رو بفروشن، زمین های خودشان بفروشن، جلای وطن کنن. لذا جمع شدن اینجا، دعا کردن، از خدا خواستن که خدا این بلا رو از سرشون دفع کنه و دعا کردن. خداوند سبحان دعایشان اجابت کرد و اون بلا رو از سرشون دفع کرد. همون روز که اینها با اینجا آمدن دعا کردن، فردایش خبری مرگ سید عباس رسید و مردم خوشحال شدن. و اینقدر مؤثر بود این دعا که مردم اطراف این دره وقتی احساس خطر میکردن، وقت با همدیگر میگفتن، از همدیگر میپرسیدن جستجو کنید که قوم جمال، مردم قل یا قل بالای اون تپه سر اون گردنه رفتن و دعا کردن یا نه. اگر که رفتن دعا کردن، خیالتان راحت باشد که هیچ گزند به مردم نمیرسن. همین انشالله که این مراسم ادامه داشته باشد و همیشه این سنت پابرجا بماند و چیز خوب هست. بسیار عالی، بسیار عالی. تشکر بسیار زیاد. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء رحمة الله. خدا رو فراموش میکنه، دو رکعت نماز برشان سختی میکنه،
نماز یاد خدا. بهترین حالت چنانچه که در روایات آمده بهترین حالت نماز است با خدا راز و نیاز کردن، مخصوصا حالت خودش میباره باران بهاری و رحمت خدا است. اما بارانی که در غیر وقت میباره و عذاب الهی اون نقمت است. ما همونطوری که بهار رحمت خداوند نازل میشه و کوههای خشکی در سرسبز میکنه، چشم نواز میکنه، اون که از خدا تشکر میکنیم و باید تشکر کنیم. در زمانی که گرفتار بلا شدیم، بلایا گوناگونه دیگه، یکیش زلزله، یکیش سیل، خب یکیش هم باران بی وقت. باران بی وقت بارانی که بلا میاره دیگه، اینی که گندم های مردم، رشته مردم، محصولات باغی مردم خراب میشه، این بلا شده. اینطوری نباشه که ما منتظر بشیم که یک بلایی در حال نزول باشه و ما اون بلا وادار کنه که ما بیاییم بیرون و یک نظم نزولات انجام بدیم و رو به خدا کنیم، دعا کنیم تا خداوند ما را از اون بلا نجات. نه، در حالی که ما در رفاه هستیم، در آسایش هستیم، در امنیت هستیم، هیچ بلای زمینی و آسمانی ما را تهدید نمیکنه، در اون زمان هم ما باید در یاد خدا باشیم. الله بحق محمد سيد الأنبياء، بحق علي سيد الأوصياء، بحق فاطمة سيدة النساء، بحق الحسين سيد الأولياء، بحق الحسين سيد الشهداء. پروردگار آن مصنعای بزرگ را به دربار تو شفاعت و مستر تقصیرات ما درگذار. علامات بر جرایم اعمال ناشایسته ما درکش. پروردگار آن جمعیت ما را جمع بگردان. متفرقی درد و رنج و امراضها هم مگردان. پروردگار کتاب قیامت را شامل حال همه مؤمنین و مسلمین، لا سیما شامل حال این جمعیت حاضرین ما بگردان. نفاق را از بین همه مؤمنین و مسلمین، لا سیما از بین این جمعیت حاضرین ما دور برطرف بگردان. پروردگار ترا به عزت و جاه جلال سوگند میدهم، خدایا این باران مبارک ترا خدایا از این منطقه شکن بگردان. پروردگار ما را از بلای ناگهانی در پناه و عصمت خود نگاهم بدار. پروردگار ما به خیر خود نمیدانیم، آنچه که خیرش شامل حال ما بگردان. آنچه شر و بدی و آفت و علت است از ما دست هم بگردان. پروردگار ترا به عزت و جاه جلالت سوگند میدهم، این نظره هایی که به مصرف رسیده خدایا قبول و مقبول درگاه احدیت خود قرارم بده. صاحبان این نظر را در دنیا خوار شرمسار مگردان. حوائج دین و دنیایشان را برآورده با خیر بگردان. پروردگارا مردهای همه مؤمنین مسلمین و ما مردهای این جمع حاضر را ببخش و بیامرز. ارواحشان از ما یاد و شاد و راضی هم بگردان. پروردگار این عالم تاریک ما را به جمال مولای ما روشن بگردان. ما را از اصحاب امثال آن حضرت قرار هم بده. پروردگار آنچه هست کردم نکردم تو عالم ما فی الضمیر، حاجت همه را برآورده با خیر بگردان. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير
واجعل عاقب أمورنا وأمور المؤمنين والمسلمين خيرا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اینجا طرفا سفر مورا مایا بید نست که وقت قابشی بودیم خوش قاب شد میا جمجارة بخيري الوان مكروم ما يمين یه بیچارگو تو دفعی هم ده یک بجنگ خب بیار یک بجه ما ده اینجا پوش کنی صفحه آفرین از مور خوب صحیح بگر باستم صف اول باید میش دیگه دو صف دوم اول اشمه اینی میجورده این نکو اینجوری میدک میادیم واسه جان خراب کرد خير 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 ما خوردم خیر باز چی مهم یک نخواه آره